محمد ببین اون دختره چقدر چاقه. از کودکی از آدم‌های توپل در حقیقت پرخوشم می‌آمد. حس خوبی به آنها داشتم و برایم بسیار جذاب و هیجان انگیز بودند. این ویژگی فقط در خصوص آدم‌ها برایم جلب توجه نمی‌کرد. از هر چیز توپل دیگری هم خوشم می‌آمد. مثل کیک. حتی انتهای نان بربری که معمولاً از آن به عنوان قسمت خمیر و نامرغوب یاد می‌شد. من اما عاشقش بودم. خلاصه این ویژگی برایم در خیلی از موارد تعمیم داده می‌شد. این موضوع را همه می‌دانستند و تلاش می‌کردند چنین مواردی را به من نشان بدهند. محمد اون پسر چاق رو ببین. محمد ببین اون دختره چقدر چاقه. اما من عصبانی می‌شدم و با کلافگی می‌گفتم این نه. منظور من توپله. و حالا بعد از دوران کودکی دقیقاً می‌دانم که پر بودن بدن منظورم بوده و دیگران چاقی را به من پیشنهاد می‌دادند. حالا برویم سر اصل ماجرا. یک بار که خانه یکی از اقوام مهمان بودیم، 4 یا 5 ساله بودم. اتفاقاً مهمان دیگری هم برایشان آمد که در میانشان یک دختر چاق 17-18 ساله به اسم گلی بود که من مدام و به اشتباه گلی صدایش می‌کردم. او هم با خنده‌های آمیخته با درماندگی فقط میگفت گلی نه، بگو گلی. و همه خنده کنان نگاهم می‌کردند و می‌دانستند که حتما با او گرم خواهم گرفت که همینطور هم شد. چند ساعتی با او حرف می‌زدم و بازی می‌کردم و حسابی خوش گذشت تا شب شد و بقیه مهمان‌ها هم آمدند. از جمله دختر دوم خانواده الهام که خواهر همان دختر چاق می‌شد. با همان سن و سال اما توپل. من هم یک کودک بودم و تمام توجهم در فرصت خیلی کوتاهی به الهام منتقل شد و تقریباً گلی را فراموش کردم. تشخیص تفاوت چاق و توپل بودن به طور غریزی در من نقش بازی کرد و فکر کنم از همانجا بود که همه به طور ملموس متوجه شدند توپل و یا در حقیقت پر بودن یعنی چه. هنوز لحن گلی را به خاطر دارم که بعد از آمدن الهام با خنده و دلازردگی تو امان به من میگفت دیگه گلی رو دوست نداری؟ و من هم با خنده فقط به الهام نگاه میکردم و دیگر حواسم به گلی نبود. البته هیچ عذاب وجدانی ندارم از این بابت، چون آنها بودن که مرا درک نمیکردن. من که همه چیز را صاف و صادقانه گفته بودم. البته موهای بلند و لخت و مشکی الهام هم علت بود. آنقدر با او گرم گرفته بودم که مدام با حال و هوای کودکانه با او حرف می زدم و یادم است که او از خنده ریسه می رفت. ما در اتاق بودیم و در بین حرف زدنهای ما ناگهان آقای میزبان سرزده وارد اتاق شد که با واکنش شدیداللحن من روبرو شد که چرا مزاحم شدید و بدون در زدن وارد شدید. بنده خدا در خانه خودش مورد تهاجم واقع شده بود، آن هم از سوی یک خردسال. البته درس عبرتی شد برایش که بدون در زدن وارد هیچ اتاقی نشود، حتی در خانه خودش. آن شب چسبیده بودم به الهام، هر جا که میرفت کنارش بودم. به معنای واقعی چسبیده بودم به او. وقت غذا خوردن، نشستن، بلند شدن، حتی موقع لباس پوشیدن هم میخواستم کنارش باشم که با وسادت و پادرمیانی بزرگترها منصرفم کردم. امیدوارم عزیز دلم الهام جان و همینطور گلی جان، ببخشید گلی جان، هر جا که هستند سالم و خوش و رو به راه باشند و الهام همچنان همانطور زیبا و مقبول و پر از زیبایی مانده باشد. محمد و الهام.